آدم و حوا رابطه کردن، صاحب فرزندانی شدن، بعد نسل بشر چگونه به وجود آمد؟ از رابطه چی کسی؟ کی رابطه کرد؟ از رابطه آدم علیه السلام بودی هوا. آدم و حوا چقدر زاییدن، چند تا فرزند داشتن، در نهایت مردن. نسل را چی کسی ادامه داد؟ نسل را نوح علیه السلام بعد از نه عزیز من گوش کن یک بار. آدم و حوا مرد، چند تا فرزند داشت؟ 4 تا 5 تا، نهایتا 100 تا. نسل بعدی از کجا به وجود آمد در خانواده؟ بعد از اون نوح علیه السلام بود فکر کنم. نه عزیز من، از خانواده آدم نسلی که به وجود آمد از رابطه چی کسانی به وجود آمد؟ آدم و حوا که مرد رفت، این نسل بعدی چی کار کردن که تولید مثل کردن؟ فرزندایش. حالا خوب سوال کردی. این افتخار نکوب در آینده، به خاطر که افتخار به دین، افتخار به سکس خواهر و برادر است. افتخار به سکس خواهر و برادر است. افتخار به اسلام، افتخار به مسیحیت، افتخار به یهودیت. متوجه شدی جان دلم؟ اینا رو بهتر است افتخار نکنیم، بهتر است پژوهش کنیم، فکر کنیم. اگر خدا توانا بود چرا یک آدم و حوا در آسیا و یک آدم و حوا در اروپا نیافرید تا اینها با هم دیگر رابطه برقرار کنند و در نهایت نسل ما حرامزاده نباشه؟ بر اساس باورهای مسیحیت، یهودیت و اسلام نسلی که ما به دنیا آمدیم، ابتدای ما، آغاز ما با حرامزادگی شروع شده. خدایی که نمیتونسته چاره حرامزادگی را 7000 سال قبل بکنه، دیگر امروز چرا از حرامزادگی مردم بد میبره؟ امروز چرا میگه عقد نکاح ببندیم در بین خواهر و برادر؟ مگر ما میتونستیم عقد نکاح ببندیم؟ برادر عیسویت است، یهودیت است، اونا هم اهل کتاب هستن و اونا هم کتابای آسمانی نازل شده. نه حالا بیشتر افتخار کردی به اسلام، حالا هم افتخار میکنی به اسلام؟ بعد از همین سکس خواهر و برادر باز هم افتخار میکنی به اسلام؟ باید تحقیق کنیم جستجو. تحقیق کجا نکنم؟ خوشحال شدم آمدی، در برنامه بعدی منتظرت میباشید. خیر باشین. خدای اوقات خوش برای تمنا دارم است. دوستان عزیز، همین که میگن تحقیق کنیم مرا خوشحال میسازه. برای من بزرگترین پاداش اینمی است که هموطن مسلمان ما میآید و میگه ما باید بخوانم، دیگر منکر و افتخار میشه. این برای ما بهترین و بزرگترین پاداش است که مسلمان را به طرف تحقیق میفرستیم. او که تحقیق کنه 100% اسلام را ترک میکنه. 100% با تحقیق ابتدایی اسلام در ذهنش خیره میشه. این را باید داشته باشه. اگر اینا عقل داشته باشن 100 تا مولا نمیتونن اینا را بازی بزنن. حالا این دوست ما 100% فکر میکنه برنامه بعدی میآید ما با صحبت میکنیم و در نهایت متوجه میشه که نباید با چرندیات چند تا عرب صحرانشین و بادیه‌نشین افتخار کرد در قرن 20.